آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان از فعالان جامعه شهروندی درخواست کرده است که عرض و شکایت‌های خویش را در مورد فعالیت 10 وزارت و اداره دولتی به عنوان این نهاد بفرستند. آژانسی تصمیم دارد در فرصت‌های نزدیک فعالیت این اداره‌ها را مورد سنجش قرار داده و خفی عمل‌های کروپسیونی را آشکار کند. در آژانسی ضد فساد بر رادیو آزادی گفتند که در میان اداره‌های مورد سنجش آنها وزارت مالیه، معارف، تندرستی، کشاورزی، رشد اقتصاد و وزارت مهنت و شغل اهالی شامل هستند. کمیته سرمایه‌گذاری، کمیته زنان، جوانان و تلویزیون و رادیو نیز مورد تحلیل آژانسی قرار خواهند گرفت. آژانسی ضد فساد با نشر رقم تلفن و ایمیل کارمندان مسئولش در وبسایت رسمی خود از مردم خواست است که در مورد کار این اداره ها سری وقت بررسی شدن مراجعات ها، شفافیت فعالیتشان و اینچنین کار تارنمای رسمیشان معلومات دهند. تحلیل خفای کروپسیونی برای آژانسی ضد فساد صلاحیت و وظیفه نو است که طبق یک قرار حکومت تاجیکستان در پایان سال 2016 تصویب شده است. این گونه سنجش های آژانسی بیشتر خصلت پیشگیری و یا پروفیلاکتیک کروپسیا را دارد. این شیوه نوی کار آژانسی ضد فساد پس از آن روی دست گرفته شد که رئیس جمهور امام علی رحمان در جلسه جنبسته کار حکومت گفته بود آژانسی بیشتر باید برای پیشگیری فساد تلاش کند. تاجیکستان در شاخص رشوه‌خواری سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال در مقام 152 و در یکی از زینه‌های پایانی قرار دارد. به گفته مسئولان این سازمان دلیل‌ها نشان می‌دهند که رشوه‌خواری در تاجیکستان وسیع پهن شده است و در تمام سطح‌های جامعه وجود دارد.